دوستان، هموطنان و بینندگان عزیز سلام. امید که صحت سلامت باشین. وطن فروشان و غلامان میخواهند که ناخن 60 مردم افغانستان را قطع بکنند و به پاکستان بتن. البته اینها کسایی هستند که در تاریخ افغانستان سابقه وطن فروشی را داشتند. منظورم از واخان بدخشان است. یک هفته است که در مورد معامله واخان بدخشان و پاکستان بحثا صورت میگیره، ولی متاسفانه امروز ما با ویدیو دیدیم که پاکستان در قلمرو افغانستان تجاوز کرده. چند تن از منار یا نشانه های مرزی در واخان بدخشان ساختند که دولت افغانستان هیچ خبر ندارند و یا هم معامله کردند، بر مردم دروغ میگن. در کابل طالبان میگن که معامله یا معاهده واخان بدخشان یک شایعه است، دروغ است. ولی در بدخشان میبینیم که طالبان بدخشان این منارها را خراب میسازند. یعنی پاکستان حدودی 2 ماه میشه که نشانه های مرزی تازه را در قلمرو افغانستان نصب کردن. ویدیو رو شما ببینید. در کابل یک چیز است، غلامان پاکستان و پنجاب که سرشان پیش پنجابی خم هستند میگن هیچ معامله صورت نگرفته، دروغ است. ولی در بدخشان ما میبینیم که منارها خراب میشه از طرف مردم. واخان کریدور یا پل ارتباطی افغانستان با یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین کشورهای دنیا کشور چین است که پاکستان، چتلستان، ترورستان سالهاست که چشم دوخته و حالا از طریق غلامانشان میخواهند به این هدف برسند. البته پاکستان همسایه دردسرساز، یک همسایه مضر برای افغانستان و هند است. واخان بدخشان ناخن 60 مردم افغانستان است. اگر طالبان واخان بدخشان را بفروشند، به این معنا که ناخن 60 مردم افغانستان را قطع کرده برای پاکستان داده. اگر نقشه را شما ببینید مانند مشت باز است. اگر دستتان را روی کاغذ بمانید و این را رسم بکنین، 80% مانند مشت باز است که واخان بدخشان اینمی ناخن 60 ما میشه. جالبی است که ما وقت خبر میشیم که واخان بدخشان فروخته شده یا پاکستان تعرض کرده، زمانی که پاکستان ها رویش بحث میکنند، پلان میگیرند و اسپیس برگزار میکنند، ما خبر میشیم. اسپیس پاکستانی ها است که روی واخان بدخشان اینا تصمیم میگیرند، پلان میگذارند. حتی زیادتر از یوتیوبرایشان رویش صحبت هم کردند که چگونه از این موقعیت استفاده بکنند. در اینجا 2 موضوع هست. در اول میریم 2 ویدیو رو میبینیم و بعد صحبت میکنیم که طالبان این چگونه معامله کردند و یا خبر ندارند. اوقدر در فکر حذف زنان هستند که هیچ خبر ندارند. یک کشوری تروریست چتلستان منطقه را میگیره و ما وقت خبر میشیم که پاکستانی ها رویش برنامه داشته باشه. یعنی یک حکومت داریم که هیچ خبر نمیشه که یک کشور همسایه مانند پاکستان منطقه خاک ما را میگیره. 2-3 ماست که ما هیچ خبر نمیشیم. یعنی ویدیو رو شما ببینید. اینجا مرز اصلی میان افغانستان و پاکستان سابقه این یک قسمت یک ذره سنگ است، ولی حالا اونا خیلی پیش اومدن، چند بدر جور کردن. یکی در یک قسمت است. بخیر تمام هدف اینا سرمی آب است که اینو آب بعدش برن. یک بالر دیگه هم داره که در قسمت ای بالا است. اینجا تماما مربوط افغانستان است. این امارات اسلامی به ساحه آمدن تا اینکه از نزدیک بررسی بکنن و اگر به خوبی شود خوب نشود، اگر به زور هم باشد، ما یک واجب خاکمان را کسی نخواهیم داد. یک چوپانی است که ویدیو را فرستاده و حتما هم برای امارات اسلامی که در بدخشان است اطلاع داده که یعنی یک گپ است. پاکستان تعرض کرده سنگای مرزی را ساخته. به اینا میاین از ساحه دیدن میکنن. ویدیو را شما ببینید. این سنگ را اینا تخریب میکنن. این ویدیویی است که طالبان رفتن این سنگ را با وسیله‌ای که بردن تخریب میکنن. البته دیده میشه که این نشانه جدید است. حدود 2 ماه یا بیشتر از 2 ماه میشه این ساخته شده. از سابق هم نیست. در حکومت قبلی جرأت نداشت که پاکستان این کار بکنه، چون مردم داخل افغانستان حق داشتن که اعتراض بکنن، صدا بلند بکنن. فعلا مردم حق صدا بلند کردن نداره. و ویدیوی تکمیل ما گذاشته نمیتونم، فقط میگم میگذارم که امارات اسلامی که در بدخشان هستن رفتن که منار خراب بسازن.
در بدخشان طالبان میرن این سنگ خراب میسازن، از این دیدن میکنن، ولی در کابل طالبان بر مردم میگه که دروغ است، هیچ اتفاقی نافتاده. یا که طالبان که غلام پنجاب و پاکستان هستن که معامله را انجام دادن ولی بر مردم دروغ میگن، و یا هم هیچ خبر ندارن که پاکستان میایه خاک افغانستان میگیره، طالبان هیچ خبر نمیشن. یعنی مردم محل خبر میرسونن که بیاین که پاکستان تعرض کرده. طالبان 1 سال است که در فکر حذف زنان است که با دیدن زنان ما تحریک میشیم. یعنی از این خبر ندارن که پاکستان می 1 ماه یا 2 ماه که نشانه مرزی نو زدن. پاکستان یک همسایه مضر برای افغانستان و هند می باشه. همین مشکل را همراه هند در منطقه کشمیر می داشته باشه. کشمیر هم همچنان یکی از مرزایی است که با چین هم مرز می باشه. دلیلی که پاکستان می خواهی منطقه واخان بگیره، در اول پل ارتباطی افغانستان و چین را می خواهد از بین ببره، و دوم از این منطقه همزمان با چین و تاجیکستان در ارتباط شود و هم مرز شود. یک بیانیه از سفیر پیشین افغانستان در تاجیکستان است که نوشته کرده به اسم غفور آرزو است. علاقمندی پاکستان و تاجیکستان در مورد واخان است. اول خود تاجیکستان علاقمندی به آبهای منطقه داره. واخان بدخشان دومین پارک افغانستان است. بسیار یک منطقه زیبا کوهستانی. یعنی شما ما چند تصویر بر شما میگذارم شما ببینید. اینی تو یک جای است به خاطر که پاکستان و تاجیکستان چشم دوخته. در واقع امام علی رحمان به خاطر افغانستان حاضر به این معامله نیست، ولی سیاستمدارای تاجیکستان به خاطر منافع ملتشان کشورشان علاقمندی داره که همراه پاکستان همکاری بکنه تا این منطقه را بگیرن و از این منطقه استفاده بکنن. چین همچنان علاقمندی زیاد داره که از این طریق همراه پاکستان و تاجیکستان ارتباط برقرار بکنه. در صورتی که پاکستان یک مرزی از منطقه کشمیر همراه چین داره، ولی باز هم چشم دوخته بالای منطقه واخان. این تصویرهای زیبای واخان بدخشان است. شما ببینید کوههای بلند، سرسبز. گفتیم که دومین پارک افغانستان است. علاقمندی زیادی تاجیکستان از آبهای منطقه است که از این آبها میخواد استفاده بکنه، و پاکستان هم که یک همسایه مضر است. فقط کارشان هدفشان همی است که برای کشورهای همسایش ضرر برسانند و ارتباطشان هم برای کشورهای دیگر قطع بکنند. نقشه واخان وقت شما میبینید مانند شست هست. او مانند یک دره نیست که تنها این منطقه به چین وصل شود. پاکستان همچنان مرز داره با چین، ولی این منطقه‌ای که مانند شست نقاشی شده و مو قسمت بندی تقسیمات منطقه افغانستان می باشه که پاکستان میخواد او را از بین ببره. در منطقه واخان زیادتر قزاق‌های افغانستان هستند. اگر شما تصویر دیده باشین، اونا کسانی بودند که هیچ از جنگ افغانستان با خبر نبودند. دورترین منطقه افغانستان بودند. طالبان را نمیشناختند، جنگ آمریکا و طالبان خبر نبودند. ولی حالا قزاقستان میخواد که حدود 200 خانواده فکر میکنم در پامیر بزرگ و کوچک از هموطنان قزاق است. چون سالها به اینا رسیدگی نشده بود، اینا را میخواد در کشور قزاقستان پناهندگی بدن، قبول بکنند، به خاطر که واخان بدخشان چند کیلومتری تاجیکستان است و هنوز برق وارداتی تاجیکستان به این منطقه نآمده. یعنی دولت قبلی هیچ توجهی به این مردم نداشته. زیادتر این منطقه مردمی زندگی میکنند که اسماعیلی هستند و تحت کنترل آقاخان که حتما میشناسین. تحت کنترل آقاخان است که آقاخان همچنان علاقمندی زیاد از این منطقه برای تجارت می داشته باشه. جالب و نقطه جلب توجهی است که زیادتر هموطنان بسیار واکنش نشان دادن در مورد واخان و ما خوشبین هستیم. وقتی موضوع وطن پیش میه، موضوع وطن فروشی پیش میه، همه مردم یک دست میشه. زیادتر هموطنان پشتو زبان که از طالبان هم حمایت میکردن واکنش های تند داشتن در مورد تجاوز پاکستان به قلمرو افغانستان. این بسیار خوبی است. امیدوارم که مردم متحد باشد. اگرچند ما اختلافات درونی در کشور داریم، این بسیار جای خوشی است که
در مسائل بیرون ما همدست باشیم.